سلام بچه ها، خوش آمدین بازم به یک آموزش خفن دیگر. بچه ها اگه تازه به پیج ما آمدین لطفا پیج ما رو لایک و سابسکرایب کنید. بچه ها امروز میخوایم آموزش 0 تا 100 اسنپسید رو براتون یاد بدم. بریم با آموزش. خب بچه ها امروز میخوایم آموزش اسنپسید رو براتون یاد بدم. خب بالا اسنپسید میزنی، بالا از این مثبت میزنی که از گالریتان یک عکس انتخاب کنی. خب از پایین وسطی ابزارها نوشته است. خب بالا از اون میزنی گزینه اول تنظیم تصویر است. خب از دیگه عکس تنظیم میکنی به هر رقم که دلتان میخواد. ببین خب به دقت ببینیم من چی میکنم. آها اینو ببینی امی تنظیمات که من میندازم شما هم رقم بندازید یا هر رقم که دلتان است. خب علامه اوکی رو میزنیم تمام. ببین اولش اینم تازه که ما ایدیت زدیم. خب میریم دوباره ابزارها، گزینه دوم جزئیات است. خب بچه ها از این عکس ها یک ذره جزئیات چه بیشتر میکنیم. خب این هم که قدر مهم نیست. اوکی میزنیم دوباره میریم ابزارها. خب اینم مهم نیست، اینم مهم نیست. خب میریم بالای بزرگ کردن. خب بزرگ کردن میزنیم. خب بچه های بزرگ کردن هوش مصنوعی است. خب ببین عکس ما رو بزرگ میکنه. ببین هرچی کش میکنم باز هم بزرگ میکنه، درخت اضافه میکنه، یا ببین پاهای ما بزرگ میکنه. خب دیگه یه خاصیت خوب شد. خب دوباره میریم ابزارها. خب بالا ابزارها زدیم، این بار میریم بالای انتخابی. خب ببین ما بالای پدلون اشاره برش میتونم. خب ببین مثبت منفی میکنه. ببین چقدر پدلون ما رو به یک رنگ خوب میاره. ببین بسیار یک رنگ روشن. خب از این هم میگذریم. خب دوباره میریم ابزارها. خب ببین بچه بالا ابزارها میزنیم میم در گزینه گردگیر. خب گردگیر بچه های گردگیر خیلی خوب است. خب مثلا ببینید اینجا یک گیو است. خب بالاش یکی میزنی یو رو گم میکنه. خب چیزای اضافه رو میتونی با او گم کنی، بالاش یک بار میزنی تمام. ببین خیلی خوب است. ببین بازم برات پیش میارم. ببینی مثلا چوبا میخوایم گم کنیم. ببین خیلی خوب است. دیگه خودتون انشالله فهمیدید. از این میریم بیرون دوباره ابزارها گردگیر ایناش که مهم نیست. دوباره میریم چهره. خب ببینه بچه چهره ای پایین دیدی. بالای چهره میزنیم. این بچه از این چهره چی که نمیتونه. خب مثلا چهره تانه یک ذره شفاف میکنی. خب یا صاف میکنی. ببینی یه خاصیت خود داره. از این میریم بیرون دوباره ابزارها میزنیم بالای حالت سر مهم نیست بچه، من از یک قرار استفاده نمیکنم. خب دوباره میریم ابزارها جلوی کانینی. خب بچه هایی فوکس میکنه عکسانه. مثلا ببینید من چی تنظیمات میندازم. خب گزینه اولش معمول 4 شبکات اول تو انتخاب میکنه. گزینه دومش اندازه فوکس که از عکس چقدر فاصله داشته باشه. ببینید خب میریم هایشه. خب به همه تو معلوم است 4 طرف عکس یا سفید میکنی یا سیاه. یه هم که باز زیاد مهم نیست. خب از این میریم بیرون ابزارها. خب و تمام. بچه‌ای هم بود از آموزش 0 تا 100 اسنپسید. از نیم ذخیره میشه تمام.